و بندگی و بردگی و سجده و تلاوت در امرهای پروردگار تسلیم شدن، این عشق به دست میاره. اگر انسان قلبش مال خدا بکنه، الله میگه که من مال تو هستم، هر چی که میخواهی بخواه، هر چی که میخواهی بخواه. و این خاطر برادرای عزیز، یکی مبادا که یک مشکلات بالاتون میآید، با بردن فرزند از بالای شما، با بردن مال، با قشاق شدن، شما یک راه درست راه نادرست انتخاب نکنه. یکی مبادا که در فکر شما یگان عملی ناخوب پیدا شد، نه، راه میشه که پروردگار به سبب یگان مشکلات، مقصد چیه؟ مقصد همون انسان رو به خودش نزدیک کردن است، به خودش قریب کردن است. یک مادر فرزند داره، چند تا فرزند داره، فرزند بسیار ناگپگیر، بسیار یک بگیم فرزند ناخوب داره، هر عملی بعد انجام میتیه، مادر بالاخره کان رحمت هوی میکنم، فرزندم کجا میره؟ فرزند بیا با آغوش رحمتی من. الله جل جلاله را میگه که بنده من کجا میره راه نادرست، بیا بس ایمان بیا. تو یک بار الله بگو، خداوند میگه من ای کنگره های عرش، ای بالای عرشم لبیک میگم یا عبد، لبیک یا عبد. چرا این پروردگار مهربانه انسان باید دوست نداره؟ پروردگاری که خالق کون و مکانه، صفاتش در قرآن بیان میکنه. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. هو الله الاول والظاهر الباطن والاول والآخر. پروردگار ببین، وصفت دیگرش الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صفت الذات أقدس إلهی. پروردگار انسان باید دوست بداره. الله میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب های زنگ زدگیتون به ذکر الله میگه، به یاد خدا قلب هاتون آرامش ببخشه، نه آرامش، نه آسایش. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه روایت میکنه حبیب خدا صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین، یک حدیث مبارک میفرماید که روز قیامت پروردگار جل و علا منبرهای از نور، از لؤلؤ بسیار زیبا و عالی میآفرد، آراسته میکنه، آرایش میدهد برای انسان‌هایی که در دنیا برادرش دوست داشته، در دنیا نمی یک دیگرتون به خاطر الله دوست بداره، احترام کنه، عزت کنه، حق برادری یعنی که اجرا کنه، پایمال نکنه. خداوند سبحان در روز قیامت برای شما انسان‌هایی که به خاطر الله دوستی کرده منبرهای از لؤلؤ و مرجان آراسته میکنن که حتی پیغمبرها، شهدا و صالحین حیرت میمانند، آرزو میکنن، دعا میکنن که پروردگارا برای ما هم همچنان منبر نصیب بگردون. اگر انسان در دنیا یک مشکلاتی برادرش آسان کرد، برطرف کرد، یک مشکلات، یک پرابلم و یا بگیم دستگیری کرد، کمکش کرد، اما مشکلات دور کرد، خداوند سبحان میگه، پیغمبر خدا گفته سوده، خداوند مهربان روز قیامت مشکلات های روز قیامت
دور میکنه اما انسان. اگر کمبودی و خطاگی یک برادر پنهان کرد، خداوند سبحان کمبودی و غلط های او انسان روز قیامت پنهان میکنه، ستر میکنه. خاطر برادرای عزیز، من ممکن که در بین شما نباشم، اما نان و نمک شما را بسیار خوردگی هستم. یک التماس من ای شما همینه، والله قسم بسیار شهرها را گشتیم، این خیلی مهر و محبت یک دیگر فهمه که در بین همین قوم ما هست نیست در اونجاها، ندیدیم. ممکن باشه اما ما ندیدیم. بسیار احترام میکنم، بسیار التماس میکنم که یک دیگر را دوست داره، احترام کنه. و حضرت میگه که دانی که زی آدمی چی میماند و بس، مهر است و محبت است و باقی همه حیش همه نیست میشه. فقط در دنیا یک عمل نیک اتفاق میماند خلاص. خیر، وقتی زیاد نمیگیرم، از دیدار همه شما باز خواستن شدیم. خداوند مهربان همه شما را عزت بتیه، سرفرازی دارای نصیبتون بگرداند. ممکن که همین نزدیکی با مسافر کنیم، یکی یکون کمبودی باشه در وقت سخن کردن، در وقت یکون حرفی بوده که برآمده باشه، آزار دل شما شده باشه، معذرت بسیار. اما وقت دعاگو باشید، عملی نیک پیش بگیرید. بی‌قدرترین انسان در دنیا و در آخرت کسی هست که نماز ندارد، نمازات را بخونه. پیغمبر خدا گفتن که اولین سوالی که پروردگار در محکمه سودیش انسان را میکنه نمازه. اگر انسان این نماز، این سوالی که این نماز نجات یافت، باقی مونده سوال جواب و حساب کتابش به صلاحیت که به خیر انجام می‌یابد. اگر این سوالی که پروردگار می‌کنه این نماز، یعنی که تو سهلنگاری کردگی باشی، نمازات گاه خونده باشی گاه نخونده باشی یا بی‌پروایی کردگی باشی، اگر نجات نیافتی، وای بر حال این انسان، وای بر حال این انسان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. متبارکی تو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
مثله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله الشهيدا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم يا غفار اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وقضي ديوننا وأصلح ديننا ودنيانا وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات ورافع درجات ومدير البركات ويا قاضي الحاجات. آیت های تلاوت کلام ربانی را اولا و زیادتا بارداری حق سبحانه و تعالی برحانت جمیع پیغمبران، خصوصا برحانت پرفتوح مطهر منور سید سالار انبیاء رحمت للعالمین محمد صلی الله علیه و سلم آل اصحابهشان بخشیدیم هدیه کردیم. خصوص برحانت گذشتگان صاحبان خیر کننده پروردگار مهربان، گذشتگان اکی عبدالغفار پروردگار رحمت و شایسته جنت، قبرهاشون پرنور، ماندگیهاشون برای راست برای ایدن صراط المستقیم هدایت بفرما. در برابر پروردگار گذشتگان قوم جمع ما را رحمت شایسته جنت، قبرهاشون روضة من ریاض الجنه بگردان. خدای مهربان این قوم جمع ما را عاقبت کار بخیر، ایمانی به سلامت، توفیق در بندگی عنایت بفرما. خدای چند روزه که در دنیا هستیم با قرآن زندگی کردن، عمل کردن، پیروی کردن، خدای نصیب روزی بگردان، دمی آخرت دمی راحت بگردان. الهاتان کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، میان کن که فردا در روز حشر تو ناخوشنود باشی و ما شرمسار. صلی الله علی خیر خلق نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین الطیبین و الطاهرین، فالله خیر حافظون برحمتك يا ارحم الراحمين. خذ رحمة المغفرة شيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله